اینکه دو تا فرشته و شیطان با من صحبت کردن. فرشته چی گفت؟ فرشته میگفت آخه آدم عاقل، تو میدونی داری چی کار میکنی؟ تو داری با یه گاو صحبت میکنی. یعنی تا صبح با این گاو حرف بزن آیا چیزی متوجه میشه؟ نه، اون فقط میخواد قدرتش رو نمایش بده. چرا؟ چون که عقده های درونی داره، تو خانواده بعدی بزرگ شده، محیط بعدی بزرگ شده و میخواد تو رو تغییر کنه که مثلا قدرت بگیره از این جور چیزی. حالا شیطونه چی میگفت؟ وایسا من برم صورتمو بشورم میام براتون توضیح میدم. شیطونی میگفت برو جواب اون قلدر کثافت رو بده، بدونه که تو بی سر و زبون نیستی و زبون داری و میتونی در مقابلش وایسی، بدون قوی هستی. که البته اولش به حرف شیطونه گوش دادم ولی بعدش به حرف فرشته، چون که واقعا داشت اعصابم خورد میشد و ترجیح دادم که به اعصابم مسلط باشم و اصلا بی اهمیت بهش بشم. حالا مردم چی؟ رو صندلی بودن داشتن نگامون میکردن و من خیلی بدم اومد. میدونی چرا؟ دوست داشتم اون لحظه یک نفر پشت من در بیاد و به اون قلدر زورگو بگه